اولوالامر آن آدمی که اولوالامر اصلا عالم ها هست، امیرها نیست، اصل علما هست. الله تعالی میگه که اطیع الله، یعنی الله تعالی رو اطاعت کنید. اطیع الله و اطیع الرسول، پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو اطاعت کنید. و اولی الامر منکم، و این چنین آنهایی که در بالای شما صاحبان امر هستند. طهارت کن، این کارو کردی طهارتت شکست، این کارو کردی نمازت باطل شد، رفته نماز از نو خوان. اینا اصلا علما هستند. نکاحت باطل شد، زندگی نکن با این زن. فرمان، اینا صاحبان امر، علما و امرا و این چنین امیرها. اصلا همون عالمترین مردم امیری مردم باید باشد. خیلی که امیر بی سواد، یک عالم با سواد و در مسجد نشینه و این درباره حکومت، این خیلی نیست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم امیر مسلمان ها بودن، عالمترین مردم بودن. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر امیر مومنین ها بودن، عالمترین مردم بود. بعد از آن حضرت عمر عالمترین مردم بودن، امیر مردم بودن. بعد از آن حضرت عثمان رضی الله عنه عالمترین مردم بودن در عین زمان. یعنی ابوبکر و عمر دیگه گذشتن، بهترین آدم بعد این دو نفر حضرت عثمان هستند و عالمترین و خدا ترسترین انسان این حضرت عثمان هستند. بعد حضرت عثمان امیر مومنین حضرت علی بودن. در اون وقت دیگه از حضرت علی دیده سزاوارتر آدم نبود برای این منصب. بنابراین عالم اون حاکم باید عالم یا بی‌سواد باید حاکم نشود. بعد وقتی که اون عالم حکم کرد، حکم او یعنی اطاعت کرده میشد اصل. حتی در زمان حضرت عثمان رضی الله عنه نماز رو در مینا 4 رکعت میخوندن. حضرت عثمان نماز رو 4 رکعت میخوندن. پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 رکعت خوندگی هستند. حضرت ابوبکر 2 رکعت خوندگی هستند. حضرت عمر 2 رکعت خوندگی هستند. عثمان 4 رکعت میخوندن. عثمان رضی الله عنه فکر میکردن که یعنی این اطراف مکه هم و چی هست، یعنی ما در اینجا مسافر نیستیم، گفتن نماز رو پورا میخوندن. و بعضی صحابه ها نماز رو در پشت عثمان پورا میخوندن. لیکن اگر خودشون در دیگر جا خوانن و تنها گذار کنن 2 رکعت میخوندن. یعنی در حضور در جماعت خلاف نمی برآمدن، برای اینکه امر پادشاه هست، اطاعت میکردن، خلاف نمی برآمدن. اجتهادی اجازت است، اما عملهای اجتهادی است. یعنی علما در این مسئله ها حق دارند که اجتهاد کنند. لیکن تنها باشن یا در دیگر جا خوانن 2 رکعت میخوندن. برای چی؟ برای اینکه اصلا مسافر باید نماز فرض رو 2 رکعت خوانه. خلاصه اصل وقتی که الله تعالی اطاعت کنید الله را و رسول الله صلی الله علیه و سلم را گفت، بعد و اولی الامر منکم را و کلمه اطیعوا را تکرار نکرد و اطیعوا اولی الامر نگفت، بلکه و اولی الامر منکم و صاحب امرهای خود را گفت. یعنی صاحب امرهای شما اگر شما را یک فرمان دهند که به مقصود قرآن و سنت موافقت کنید، اطاعت کنید. مثلا در سویتفار وقتی که آمدید که سرخ است، این قانون دولت است، آیا اطاعت میکنید یا نمیکنید؟ اطاعت کنید، چون که این برای فایده شما هست. چون که اگر رفت شما در سویتفار سرخ گذارید، این حکم الله نیست. سویتفار سرخ دا ایستادن، لیکن شما وقتی که میگذارید اون طرف دیگر طرف که چراغی که آنها سبز است آمده شما رو پخش میکند، به هلاکت میرسید. این نوع قانون ها برای برطرف کردن ضرر و برای فایده خلق بنیاد کرده شده. بله در این مسئله ها اطاعت کنید. لیکن اگر اون عالم هست یا امیر هست اگر به گناه امر کند، در این حالت اطاعت نمیکنید. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک آدم امیر کردن به یک مسافرایی که برای جنگ می رفتن، گفتن که فلانی امیر لشکر است، امیر قوم است، اطاعت کنید. امیر باید اطاعت کرده شد. وقتی که نصف راه رفت گفت که هیزم جمع کنید. فرمان امیر، همه اطاعت کردن، هیزم جمع کرد. هیچ کس نپرسید که برای چی، چرا ما از میریم جای استراحت کردیم، از میریم برای چی هیزم جمع میکنیم؟ نگفتن، اطاعت کرد. وقتی که هیزم جمع کرده شدن گفتن که آتش در گرانید. این خیلی هیزم زیاد. بعد گفت که درآید کن. بعضی صحابه ها خواستن درآیند، همچون اطاعت به امیر، و اکثر صحابه ها گفتن که ما نمیدرایم.
ما از آتش گریخته اینجا اومدیم، یعنی ما از آتش دوزخ گریخته امروز اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را داریم. ما نمیگریزیم، ما این آتش وارد نمیشیم، ما به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم برمیگردیم. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بله داخل آتش شوید گفت ما اطاعت میکنیم، چون که اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه وقت حتمی هست، اطاعت الله تعالی همه وقت حتمی هست. اما اطاعت رئیس و امیر همه وقت حتمی نیست. اگر به امر الله تعالی به امر بالا خلاف براید قبول نیست. دیگر رفتن به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مسئله را گذاشتن، حادثه را نقل کردن. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر می در آمدید دیگر هرگز نمی بر آمدید. اگر همونجا اطاعت کرده به داخل آتش می در آمدید دیگر نمی بر آمدید، یعنی دوزخی می شدید. انما الطاعة فی معروف. بعد گفتن که طاعت در کار خیر است، یعنی همون وقت اطاعت میکنید که به کار خیر امر کنید. پدرتون هم اگر راه عرق خریده بیا گفت اطاعت نمیکنید. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، در کار گناه یاری نکنید و هیچ اطاعت هم نکنید. کار گناه به که امر که اطاعت نمیکنید، کسی نباشد وای. یا گفت نماز نخوان، قضا میکنی نمازات نماز نمیخونی، اطاعت نمیکنید، خوانده هم میگیرید.